يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام علیکم حضور محترم، عبارت از پدران، برادران، دادران و دیگر کسانی که صدای ما را شنید دادند. همه شما را برادران عزیز و خیلی گرامی به این روز سعید، به این روز پرفیض، به این روز بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم. برادران عزیز و خیلی گرامی، از روی خطبه که من خواندم خود معلوم است که این ساعتی که خداوند برای ما مهلت دهد، خداوند اگر ما و شما را تا یک ساعتی که وقتی نماز می آید صحت و سلامت نگه دارد، ما اطراف برادرانی که امروز همچو به نام تاجر، سوداگر نام برده می شوند، از قاعده و قانون ایشان، از رفت کار ایشان خدا خواهد صحبت میکنیم. اگر مبادا که صحبت ما در این یک ساعت پایان نیافت، حسن خاتمه اگر نبخشید، خدا خواهد باز انسان زنده، بنده زنده را جمعه های آینده ما این صحبت رو برای شما باز مفصل میکنیم. باز قید میکنم که اگر خدای مهربان برای ما مهلت دهد، اگر ما و شما را زنده و سلامت نگه دارد. خداوند در قرآن میفرماید، پیش از آن که دعا کنم، فاما من طغى وآثر حیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتول جواز مستكبر. متفق علیه. پروردگار در سوره مبارکه نازعات پاره 30 از قرآن می‌فرماید هر وقتایی که اگر از بین شما کدام انسان سرکش می شود، ناسپاس می شود، بے رحم و بے انصاف می شود، هر کسی که از بین شما اگر دنیا را به آخرت خود ترجیح می دهد، دنیا را از آخرت خود بالا می داند، خدا گفت برای این گونه بندگانی دنیا پرور، آخرت فروش، سرکش، بے انصاف، کل عن جواز مستکبر، هر کسی که سرکش است، سخت دیل است، درشت معامله است، تکبر است، خدا گفت اینا اهل نارند. برادران عزیز و گرامی، این به موضوع ما و شما بسیار وابستگی کلان دارد، بسیار وابستگی کلان دارد. همون برادرانی که امروز در بین ما دستی در سودا دارند، همون هم بنده های خدا هستند، همون هم فرزندای ما هستند، همون هم برادرای ما هستند، همون هم پدرای ما و شما هستند. زین خاطر ما در ابتدا الکی میبینیم که هر کسی مهربان نیست، هر کسی که انصاف پدر او نیست، انصاف مادر او نیست، انصاف شعار او نیست، و هر کسی که جواز دل بخل دارد، بخیل است، عتول سرکش است، ناپسند است، پس خداوند برای اونها بیان کرد که باششگاه شما چه باششگاهی بدی هست، بئس المأوی، چه بد جایی هست. ما از پروردگار مهربان خواهان او هستیم که خدای مهربان حیات ما را حیاتی با سعادت بگردان. خدایا این عمر ما را عمر مبارک بگردان. خدایا از عمر ما خیانت را، بخیلی را، بدبینی را، بے انصافی را، بے مهری را خدایا کوتاه بگردان و ما را خدای مهربان از جمله راست قولها، از جمله مهربانها، از جمله با رحمها، از جمله با انصافها، از جمله انسانهای نیک بگردان. خدایا بندگانی که امروز دستی در تجارت دارند، در تجارت‌های ایشان خدایا برکات نصیب بگردان، سوداهای ایشان خدای مهربان کشایش نصیب بگردان و سوداگرهای ما را خدای مهربان دولتشان را افزون کن و پروردگار مهربان در برابر دولت داشتن، در برابر کشایش سودا
برای اونها هم غمخواری، مهربانی، انصاف را شعارشان بگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب آمین یا رب العالمین. میخواستم برادران عزیز و گرامی آغاز این صحبت را از ایجادیات حضرت مولوی جلال الدین رومی آغاز کنم که این جناب به این موضوع امروزه ما بسیار ایجادیات خوب کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. نه تو را از روی ظاهر طاعت، نه تو را در سر و باطن نیت، نه تو را شبها مناجات و قیام، نه تو را در روز پرهیز و صیام، نه تو را حفظ زبان زی آزار کس، نه نظر کردن به عبرت پیش و پس، نه تو را از ظلم توبه پرخروش، ای دغا گندم نمای جو فروش. چون ترازوی تو کج بود و دغا، چون ترازوی تو کج بود و دغا، راست چون جویی ترازوی جزا. چون که راهی بد زدی در قدر و کاست، نامه آید چون تو را در دست راست. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. حضرت عجیب بیان کردن. از اول راستی بار عبادت ما را، حرکت ما بندگان را حضرت خوب مقایسه کردن و با طریق گویم سرزنیش به ما قلم گرفتن و بالای ورق کتابت کردن. و در آخر حضرت گفتند چون ترازوی تو کج بود و دغا، راست چون جوی ترازوی جزا. شما میدانید که روز قیامت ترازوی جزا هست. همین ترازویی که امروز برادرای ما در دکانهای خود پیش خود دارند، با همون ترازوها برادرای مسلمان قطعی معامله میکنند. همین گونه ترازویی که وزن میکند، همین ترازوی وزن کننده را هم خداوند در روز قیامت گذاشتگی است. ترازو دارد پروردگارم، وزن میکند. چگونه که سوره را که من آیت را که الحال برای شما خواندم، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. خدا میگه اگر من نیکی های شما را، رفتارهای شما را، عبادت های شما را، بندگی شما را وقتی در ترازو گذارم و در یک جانب پله ترازو خیانت های شما را،
در غفلت بوده شما را، بی‌پرواگی شما را، تنبلی شما را و نیکی های شما از بدی های شما اگر وزنین تر آمد، فهو فی عیشت راضیه. خدا گفت که تو را من مکافات میدهم، جای میبرم که تو از پروردگارت راضی میشوی. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. ولی اگر مبادای که خیانتی تو، بے رحمی و بے انصافی تو، این معامله های درشتی تو، این بے توفیقی و از خدا دور بودنی تو، وقتی اگر این وزنین تر آمد، خدا میگه جای داریم که نام او حاویه هست. و ما ادراک ما هی. سوال است، میدانین حاویه چیز؟ خدا میگه نار حامیه، آتشی که تمام جسد تو را فرا میگیرد. خدای مهربان ما را از جمله خیانتکارها مگردان. پیامبر گرامی گفتند من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی به بنده های خدا رحم ندارد، آن ذاتی که در آسمان است به او انسان بی رحم رحم نمیکند. انسان باید با رحم باشد، انسان باید رحم داشته باشد. نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند. سئل عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الکسب افضل. ای پیامبر گرامی، از همه دیده کدام کسب افضل تر است؟ در بعض روایت ها پیامبر گرامی کدام کسب اطیب، پاکتر است، تازه تر است؟ از پیامبر سوال کردند کدام کسب؟ ببین در روی دنیا کسب ها زیادند، ولی پیامبر من در جواب این چی گفتند؟ گفتند که عمل الرجل بیدی و کل بیع مبرور. عمل الرجل بیده و کل بیع مبرور. پیامبر در جواب این چی گفتند؟ گفتند که هر کاری که انسان به زحمت دست خود میخورد، این بهترین کسب است. کدام انسانی که از حاصل دست خود میخورد، این بهترین کسب است. و در دوام گفتند و بهترین کسب کل بیع مبرور. سودایی که خیانت ندارد، دزدی ندارد، حرام نیست، بهترین کسب است. بهترین کسب برادران عزیز و گرامی این چی بوده است؟ انسان از مهنت دست خودش میخورد. برای همین است که پیامبر گرامی گفتند ان الله یحب المؤمن المحترف. خداوند هر مؤمنی که اگر کارگر است، یعنی کسب دارد، از مهنت، یعنی از حساب دست خود، وقتی که رزق و روزی را دریافت میکند و میخورد، بهترین بنده خداست و بهترین کسب در راه پروردگار است. ولی امروز ببینید در مردم ما و شما ناکارگی تا چه حد آمده است. بسیاری از بنده های خدا کار کردن دوست نمیدارند، مردم تنبل شدند. پیامبر میگه که مؤمنی که کسب دارد خدا وی دوست میدارد. ببین تو مشغول کاری، خدا دوستت میدارد. برای چی در مردم ما و شما میگفتن که از آدم بیکار خدا بیزار، ولی از آدم بیکار خدا بیزار.
به هنر با هنر تاجی سر است. دوستای خدا میگفتن با هنر تاجی سر است، به هنر دنبی خر است. ببینید شخصی که به هنر دوستای خدا میگه این دنبی خر گفتن. کسی که هنر دارد، کسی که مهنت دارد، کسی کار میکند او را تاجی سر گفتن. پیامبر گرامی میگه بهترین مرد همون مرده که دیگه مردها در پیش او احتیاج داشته باشند. ببین وقتی یک کسب داری، یک کار داری، نابسته تمام بزرگا در پیش تو محتاجند. کسی یک مهنت دارد، یک کار دارد، همگان در پیش او میروند. یک کسب خواه اوستاگی باشد، خواه آهنگری باشد، خواه چی کسب در دنیا داری، خواه طبیبی، آدمان در پیش تو احتیاج دارند. پس این نشانه چیست؟ نشانه آن است که تو بنده نیک خدا هستی. دستی به هنر، بزرگان میگن دستی به هنر قاشق گداست. زمانهای جنگ خداوند اون حالتها را دیگه بالای این بنده هاش نیارد. سالهای 92 93 و 94 چه روزهای دهشتی بود. مردم قرغان تپه را یک صفت میکردن. وقتی قرغان تپه بسیار خراب شد، از جنگ زیاد آسیب‌های زیاد دید، بعد در دهن مردم یک گپی بود. مثلا با تلویزیون که نشان میداد خانه همه سوختگی، زمین ها همه علنگه، چیزی نیست. بعدا پرسیدن که وقتی که از گویم گشته آمدنشان به خانه ها، گفتن با که ندارد همین بیل و تیشه و کلن من باشد، مثلا با همه آبادی که قبلا داشتیم به همون میرسیم. مردم همین را صفت میکردن که اون مردم با بیل و با کلند و با تیشه به همه رسیدن. از روی مهنت. پیامبر خدا میگوید، پیامبرمان میگوید، این حدیث بخاری است، کان داوود علیه السلام لا یأکل الا من عمل یدی. رسول اکرم در بین اصحاب، این مشکلی که شما نشستین، پیامبرم در بین اصحاب خود، همنشینای خود میبرآمد و از پیامبرهای پیشین یاد میکرد. میگفت برادرمان حضرت داوود علیه السلام لا یأکل الا من عمل یدی. طعامی که در دسترخوانش داشت پیامبر بود. ببین داوود پدر حضرت سلیمان، هر گونه طعام، هر گونه ضیافتی که در دسترخوان حضرت داوود بود میگد همش محصول دست خودش بود، همش به مهنت خود حضرت داوود. گویم دسترخوان او، خاندان او، زیباگی او، تربیه فرزندای او، همش از مهنت دست خودش. پیامبر که اون مسئولیت او در پیشگاه خدا خیلی بلند بود و زمین آن که مهنت میکرد با تبلیغ و دعوت در راه خدا داشت، ولی کار میکرد. پیامبر اینها را حجت میارد که ای امتای پیامبر، پیامبر که مهنت کش باشد، پیامبر که مثال دنبال هنر که میدمند، ما باید با طریق اولا هممان مهنت دوست باشیم. همه ما باید هنر داشته باشیم. پیامبرمان باز در بین اصحاب چی گفت؟ کان زکریا علیه السلام نجارا. گو میدانیم برادرمان زکریا پیامبر بود. همون پیامبر زکریا چی بود؟ استای چوب بود. میگه ببینید حضرت زکریا پیامبر خدا،
اونا چی بودن؟ استاگی میکردن. حضرت داوود مهنت دستش میخوردن. حضرت شیخ سعدی میگفتن که نابرده رنج گنج میسر نمی شود. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت، مزد آن گرفت، جان برادر که کار کرد. ببینید کی گنج دریاب میکند؟ بی رنج. مزد آن گرفت، جان برادر که کار کرد. اینا دلالت بر همین میکنه برادرای عزیز، بهترین کسب عمل مرد با دستش. در حدیث ها میاد که پیامبر گرامی دست حضرت معاذ بوسه کردند. باغکار بودن، مهنت میکردن. آیتی که من در خطبه خواندم از سوره مبارکه جمعه، اونم دلالت بر همین میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ببینید خدا میگه وقتی شما نماز خواندین، حاضرین شما جمعه را میخوانید، جمعتون که تمام شد، خدا چی میگه؟ فانتشروا فی الارض، از مسجد بیرون شوین، در بالای زمین پروردگار پریشان شوین. و ابتغوا من فضل الله، شما از پی رزق و روزی که خدا برای شما کشیده است، از پی رزق و روزی تون شوید. و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا میگه هیچ وقت یاد مرا از دل و زبان دور نکن، من بالای تو مهربانم. بین این آیت هم دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر این میکند که باید ما بندگان خدا بهترین کسبی که پیامبر گرامی در حدیث مبارک بیان کردن این چی بوده است؟ این انسان از مهنت دست خودش خوردن و کل بیع مبرور، و هر یک بیع، هر یک سودایی که از خیانت، از فریب، از دزدی، از حرام خالی باشد. این بهترین عمل پیامبر گرامی معرفی کردن. پس خوش به حال برادرانی که امروز دکان دارین، امروز تجارت دارین، انشاءالله این برای شما بسیار یک بشارت کلانی است که شما در بهترین کسب، البته چنگ زدین، کسبی است که همه پیامبرها در کسب تجارت بودند، مشغول کسب تجارت بودند. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حدیث‌های مبارک برای فروختن مال اولین خانم خود، اولین زن خود، اولین گوی مادر مؤمنها حضرت خدیجه بودند که سوداگری از مال ایشان می‌کردند. یعنی پیامبر هم دستی در تجارت داشتند. از دنبال او عزیزای خدا بسیارش انشاءالله شاید من جمعه های آینده اطراف قصه هایی که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چقدر مال کلان را از تجارت به دست آورده بودند، چقدر ثروت زیاد بعد از سر ایشان باقی مانده بود، و تجارت هایی که حضرت امام ابو حنیفه داشت چگونه معامله میکرد. شاید که به خاطر آن بیان کنیم که خدای هست که امروز که ما از سوداگرهامان انشاءالله شکایتی نداریم، ولی به هر حال هم که باشد در بین همه سوداگرهای ما سوداگرهای با انصاف هم وجود دارد، ولی بی انصافش هم در برابر این وجود دارد. ولی من مکتوب ها را نخواندم، قریب 4-5 تا مکتوب درباره سوداها بود که یکی از سوداهایی که امروز چی سودایی گویم خوراکواری باشد،
چی سودای قالین و گلیم باشد، چی سودای سبزوات باشد، چی سودای هیزم باشد، چی سودای بنزین باشد، چی سودای دارو باشد، داروهایی که در داروخانه ها فروخته می شوند برای طبابت ما و شما. همه هر چیزی که گویم فروخته می شود، همه اینها کسانی هستند که تاجر هستند، صاحب دکان هستند، اینا فروشنده به حساب میرن. و خدا هم دنیا را چنان ساخته است که ما را به یکدیگر من گویم که در بین یک در پیش یکدیگر در کار محتاج گردانیده است. ما به معامله یکدیگر حیات برده نمیتونیم. یعنی یک انسان همه کار بود کرده نمیتونه. خواهیم نخواهیم پیش سوداگرها میریم، سوداگرها پیش ما میآیند، اوناش با پیش دیگر کسی باش میروند. مقصد هر کسی در پیش هر کس احتیاج دارد. و این خاطر حتی که بسیاری از برادرای هستند، امروز گویم در دست من شکایت ها هم وجود دارد که داروهایی که در اپتکا میفروشند گویم اصلی نیست، اصلی گفتن میفروشش. این در اپتکا میگد به نظر من از روی مکتوبی که دارم و حتی با نماینده هایی که گویم دایر به تفتیشات همین ها وابستگی دارد، از اونا هم پرسیدیم، اونا هم میگویند که حاضر یک نمودی دارو را میتین در یک مثال خواه خانه باشد، خواه طرف های دولت های دیگر باشد، از همون رنگ میسازند ولی تأثیر اینا ندارد. ولی بسیاری از بیمارها مثال شکایت میکنن که برادر عزیز میبریم همون کورس لیچنی را میگیریم شفا نمیابیم. شفا از جانب خداست ولی داروها هم مطابق نیست، موافق نیست. همون گویم تأثیراتی که باید در داخل همو باشد وجود ندارد. در اینجا تنها فروشنده نه، حتی همون نماینده هایی که بالا اینو نظارت میکنند اونا هم دانن و خاموش باشند، اونا هم خائنن، اونا هم خیانت میکنند. شما تصور کنید که وقتی یک تبلت را ما و شما میخریم، اینجا دا گویم حیات انسان حل میشود. بین در حدیث آمد است که وقتی طبیبی که اگر نادرست بیماری را طبابت میکند و با طریق نادرستی اگر همو انسان از دنیا گذرد، او را در دادگاه میکشند به خاطر که تو از گویم راه نادرست طبابت کردی. برای این برادر عزیز و گرامی، این قدر چیزی نیست حیات ما و شما. زود است که ما و شما با پیشگاه خدا میریم. همه خیانت های ما، خداوند در قرآن الم یعلم بان الله یرا، آیا شما نمیدانید که خدا شما را میبیند؟ ببین طریق مخفیانه وقتی که تو هر کاری را انجام میدی، بگذار مردم نداند، بگذار خریداران ندانند، ولی خدای تو میداند. برای من برادرای عزیز و گرامی، انشاءالله کمک کنید صحبتامون را دوام میتیم. همچنین در برابر این داروهایی که در داروخانه ها میفروشند، کدام شما اگر ایمان دارین، خدا پرستین، خدا ترسین، کدام تو اگر امید داری که همین نمازهای تو به نفع جان تو یا به فایده قبر تو یا به فایده روز قیامتی تو شود، از همین کاری که خیانت است، از همین کاری که فریب است، از همین هزارها دلاری که به دست تو میآید، از این دست بکش دادر عزیز، دست بکش، زیرا که به خدا قسم عبادتت به فایده جانت نمیشود. این یک مسخره کردن در دین است. از یک جانب دزدی، از یک جانب بیرحمی، از یک جانب فریب، از جانب دیگر باز عبادت کردن. این هیچ معنی ندارد. آخر یکی از صحابه پیامبر به نام رفاعه بود که این حدیث در سنن ماجه میارد.
میگه یک سحر بر وقت با پیامبر گرامی میگه بازار آمدیم، بر وقت بود. میگه فناداهم یا معشر التجار. بعد پیامبر میگه همین جانب بازار شخیل از سحر قطعی بسیاری از سوداگرهای ما گویم دوان بعد نماز نزد دکانهاشون میروند، دکانهاشون تازه میکنند، مال و اسباب انجامی که دارند گویم بیرون میدرارند یا او را به ترتیب میارند. پیش از آنه که من این حدیث برای شما بیان کنم از یادم نرود برادرای عزیز و گرامی، آیتی را که من از سوره مبارکه جمعه خواندم که این دلالت برای مهنت میکند، دلالت برای مهنتی از دست می آمدگی میکند. همچنان در همین آیت قرآن باز ببینین دعوتی هست از جانب خداوند: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خدا میگه کسانی که ایمان دارید، ای کسانی که اسلام قبول کردید، ای کسانی که نام مسلمانی و نام مؤمنی دارید، هر وقتایی که اذان داده شد فاسعوا الی ذکر الله، شما فاسعوا به معنای حرکت کنین، به معنای گویم که سراستیمه شوین برای ادا کردن نماز جمعه. خب مراد از این اذان مفسران میگویند در دورای پیامبر شما میدونید که یک اذان بود، همین اذان دویم بود، اذان اول نبود. وقتی اذان دویم داده میشد همه گویم دوان به سوی مسجد می آمدند. ولی وقتی که حضرت عثمان خلافت برآمد رضی الله تعالی عنه، وقتی که خلافت برآمد مدینه میگه بسیار شهر کلان شد، بنیاد مردم زیاد شد و دویم اذان از دوره های حضرت عثمان است. دویم اذان، دو اذان شد. یک اذان میدادند مردم الک تیاری میدیدند، دویم اذان ده الک حرکت میکردند. خدا میگه وقتی که اذان داده شد فاسعوا الی ذکر الله، شما سعی کنین، کوشش کنین، حرکت کنین، سراستیمه باشین به سوی چی؟ به سوی جمعه. و ذروا البیع، خدا میگه که سوداها را قطع کنین. و ذروا البیع، سوداها را قطع کنین. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ذالکم این اشاره است، یعنی همین ترک کردن بیع، یعنی دکانها را بستن، آن چیزی که از خرید و فروش در اختیار داشتی همه را جمع کردن و سعی کردن به سوی نماز جمعه، خیر لکم، این برای تو بهتر است. خدا میگه این کنتم تعلمون، اگر شما فهمیش داشته باشید. برای چی امروز حالا بینن مثال در دوره‌های پیامبر گرامی میگه وقتی اذان دوم داده میشد حتی وقتی با سوداگر معامله داشتند همین شاید بین در 1 دقیقه یا 2 دقیقه پس وای پول میتید و مال میگیرد. همین اذان که میشد میگو پول تا در جای بود بمان، بیرونش از دکانی من میبرامد درم میپوشید همه به سوی جمعه. ببینین حتی در یک لحظه ای که شاید 1 دقیقه یا 2 دقیقه پس یک سودای رواج میگیرد، او 4 تنگه مییابد، همین اذان که شد آنقدر خوف خدا در وجودش هست که خدا میگه که وقتی آواز اذان شنیدین در حال شما بیع ترک کنین. خب سودا و خریدهاتون از بین موقتا قطع کنین تا ادای نماز جمعه. اصحاب میگه همتا میکردن، اصحاب هم خیلی میکردن که درو در جاش میگذاشتن. چگونه وقتی که حرام بودن خمر، حرام بودن مینوشی وقتی با آیت ثابت شد، صحابه های پیامبر میگه در کوزه ها که برای گویم هم سرمایه شان بود، هم درآمدشان بود، هم نوشاکیشان بود،
بردن در کوچه های مدینه ریزاندنش، همه ریختن، کوچه های مدینه در ریختن. گفتن زیرا خدا انما الخمر و المیسیر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان گفت. زی خاطر برده ریختن، درو از پی عمل شدن، درو از پی عمل شدن. بگد وقتی آواز اذان میشد درو دکان ها را میبستن، خریدارها را از دکان بیرون میکردن. ولی مردم ما هم از حج میآیند از عربستان و صفت میکنن که همین در مکه مکرمه یا مدینه منوره از آن که داده می شود همه دکان ها را میبینی به همین یک رشته دکانش بست و به سوی نماز جمعه می رود. ببینید همین عمل شما را پسند آمد، همین عمل برای شما خوش آمد، همین عمل یعنی لایق تعریف بوده است. برای چی ما دکان همان را نبندیم؟ برای چی ما عبرت نگیریم؟ اینا همش عبرتن کو. یا مردم نمیسن، مردم گرمانیا را مردم ها صفت میکنن که همه وقتی که گویم که زنگ خوراک نصفی روزی زده شود، همون زمان در دستش چیزی باشد میگذاره از پای خوراکخوری میرود. پس چرا وقتی که ساعت 12 شود ما به طاقت نشویم که در هر چی که داریم بسته کنیم رویم یک ساعت موعظه گوش میکنیم، 10-15 دقیقه نماز ما نمیخوانیم، باز آمده همین دکان و همین پول و همین مال و همش باز تو. در روز جمعه برادرای عزیز و گرامی خدا میگه که ذالکم خیر لکم، انامین ترک بیع، انامین دکانهای بسته شما برای شما بهتر است اگر شما سواد داشته باشید، اگر شما فهمیش داشته باشید. ولی متاسفانه امروز بسیاری از برادرای ما دکانها را در همین روز بیشتر میکشایند که خریدارها بیشترن، یا زیادی مردمایش که باز خدا دوست دارن، مسجد دوست دارن، موعظه دوست دارن، اونا که میآیند خب عدد سوداگرها که کم می شود، او از کمی اینها استفاده برده دکانش حتی نمازش هم که اگر گویم که قضا شود یا ناخواندم که ماند گفتی خود چون که زتا سودا می شود تو مایلش میگه خیلی چی گپی نه با چی داره جانشین داره که پیشین میخوانیمش. ولی نمیدونیم خدا گفته ذالکم خیر لکم، ترک بیع، پوشیدن دکان، آمدن به جمعه، این برای تو بهتر است. در دوره پیامبر دوام آیت ده و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائمه قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. میگه روز جمعه بود در مدینه که مدینه را بسیار قحطی آمده بود. بعداً میگه پیامبر در بالای همین منبر به مردم در سوره جمعه میگه در همین بین مردم خطبه میخواند، موعظه داشت. بناگاه سوداگرها از شام با گویم که همون کاروانی که داشتن از مال و اسباب انجام وارد مدینه شدند. اونا وقتی که کاروانهای سودا که می آمد اونا تبلغ می زدن تمام مردم آگاه می شد که مقصد کاروانی مال و گویم خوراک و چیزی که باشد وارد همون شهر شده است. این مردم که چند روز قحطی ها بود، چند روز که گویم ناداری ها بود، مردم در حالت خیلی ناگوار قرار داشتند، پیامبر خطبه میخوان که صدای تبلغ در بیرون زده شد. همین اطرافی های پیامبر، همون مردم مسجد همش خیستن و به سوی سوداگرها رفتن. ببینید و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائمه. خدا میگه ای محمد این بندگان خدا را بگو که آخر تو را تنها در بالای منبر گذاشتن، همه اینها به سوی لهو، به سوی شنیدن آواز تبلک و به سوی این مال دنیا رفتن. همه دوید. حتی مفسران میگن همگی در مسجد 17 نفر ماند، 12 تا مردها 5 تا زنها، بغیر 17 نفر همه برآمد رفت. خدا ناخوش شد، پیامبرم ناراحت شد.
بعد خداوند به پیامبرش گفت قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. بگو برای این بندگان خدا آیا آن چیزی که نزد خداست بهتر نیست از این مالی که شما جانبی او دویدین و از این لغو و بیهوده‌ای که شما بیرون شنیدین؟ والله خیر الرازقین. خدا گفت من هستم بهترین رزاق، بهترین رزاق من هستم، رزق رسان من هستم. بجز رزق مقدر نیست ممکن حاصلی کامد. حضرت عبدالقادر بیدل میگفت بجز رزق مقدر نیست ممکن حاصلی کامد. اگر چون عنکبوتان رشته در 100 بام در پیچی. آن چیزی که حاصل کامت است، آن چیزی که خدا در رزق تو کشیده است، تو از او بیشتر نمیابی. ولی بسیاری از سوداگرای ما هم شاید هم فکر کردن که مقصد من نرخ بالاتر میمانم همون قدر گویم که مرا سهولت و دولتم بیشتر میشد. نه برادر عزیز، همه او زیانم به خدا قسم. تو حساب کن که تو فقط زیان ضرر به خودت جمع کرده ایستاده ای. پیامبر گرامی میگوید که لو لابن آدم وادیا من ذهب، اگر برای فرزند آدم 2 وادی از طلا داده شود، احب ان یکون له ثالثا. پیامبر گفت اگر 2 وادی را ببینید میلیون تانه طلا می شود. پیامبر گرامی گفتن اگر همون میلیون تانه طلا برای فرزند آدم داده شود، احب ان یکون له ثالثا، فرزند آدم دوست می داشت است که ای کاش که خدایا 3 وادیش میکردی. 2 وادی پرای دوست می دارد که کاش که 3 تا میشد. پیامبر چی گفت؟ لن یملأ فاه الا تراب، هرگز دهان تو سیر نمی شود تا زمانی که از خاک لحد در دهن تو نریزند. تا همون زمان تو سیر نمیکنی. این نرخ همی خیلی است. یا نرخ اگر بمان 6 تومان رفتن که گرفت، میبینی مردم خریده سای با نفس نفس با طلا میگه 7ش کو میگیرنش، با 7ش میکنی، 7ش کردی باز در تلاطم شد با بیشترش میکنی. این نفس انسان برای چی من آیت اول خواندم؟ و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى. خدا میگه از خدا بترس و به هوای هوا و هوس نفس حرکت نکن، جنت جای توست. این نفس انسان شرمنده میکنه. ولی بین در بین مردم هم معلومه، میگن میگوی فلان جا میگه مغازین فلانی نره که اون نرخای او داره، خدا دانا است مقصد نره اونجا، نره که بسیار قیمت میفروشد. مردم الکی نسبت او یک بدی در دلشان دارند. برای چی؟ برای نرخای او قیمت است. میایم به سر قصه رفاعه. آمد به بازار همراه پیامبر گرامی، میگه فریاد زد یا معشر تجار، ای جوان مردهایی که نام تجارت نام تاجری دارین، شما سوداگرین، شما تاجرین. پیامبر گفتند فلما رفعوا ابصارهم و مدوا اعناقهم، وقتی صدای پیامبر را شنیدند، رفعوا ابصارهم و مدوا ابصارهم، میگه درو میگه گردنهاشون را بالا کردند و چشمهاشون را به سوی پیامبر روانه کردند که پیامبر چی میگوید. پیامبر در جواب این تاجرها چی گفت؟ ان التجار یبعثون یوم القیامة فجارا الا من اتقى الله و بر و صدق. پیامبر گفتند ان الله یبعثون یوم القیامة فجارا، ای تاجرها، خداوند روز قیامت شما را زنده میگرداند در قطار آدمانی که در دنیا فاجر بودند، فاسق بودند، بی تمیز بودند، بی رعایه بودند، در عبادت خدا پروا نداشتند،
ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا. مگر پیامبر گفت مگر آن کسانی که در تجارتشان راست قولی دارند، آن کسانی که در تجارتشان خیانت ندارند، اینها از گروه فاجرها و فاسقا در روز قیامت خالی‌اند. حتی من در اول خطبه خواندم که پیامبر گرامی گفتند که التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشهداء یوم القیامه. کدام تاجر، کدام سوداگری که اول راست قول باشد، ببین راست قول است، مهربان است، خوش معامله است، در سوداش رحم دارد، پیامبر گفت تو روز قیامت از گروه شهیدها روی سر میبرداری. یعنی تو همچون شهید در راه خدا جان دادگی هستی. الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. چگونه حدیث های پیامبر است که کسی یک آدم مسکین و ناتوان دستش میگیرد همچون مجاهد در راه خدا هست. این هم مثل همون است کسی که در بین ما سوداگری است که هیچ وقت بالای برادر مسلمانش مشکلات نمیاره. ما در افسوس که ببینین مردم ما، نه همه، من همه را در نظر ندارم، زیرا سوداگرای خوب و با انصاف هم داره، بسیاری از سوداگرهای ما از فرصت استفاده میبرند، از فرصت استفاده میبرند. برای من دادرای عزیز، در مسئله تجارت که این کسب پیامبر هاست، کسب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، کسب دیگر اولیاء خدا هست، کوشش کنید که این کسب بدنام نکنید، این کسب خار نکنید. خدا خواهد ان شاء الله که من جمعه های آینده در اطراف همون قصه هایی که از گویم خیلی از حیات صحابه ها و از حیات بعد صحابه ها چگونه خرید و فروش ها داشتند، خدا خواهد برای شما مثال میزنیم به خاطر آن که برادرای ما که امروز اکثرا تاجرها هستند عبرت گیرند. فقط این قدر گفتنی هستم که برادرای عزیز و گرامی، شما بسیار انصاف برای خود شعار کنین، رحم برای خود شعار کنین. شما وقتی در برابر شما یک خریدار می ایستد و یا از برادر و دادر جانی و نسبی خود دور ندان، بگذار چی مهنتی که کرده، چی زحمت و چی صرفی که کرده در بالای مالت بگذار، فقط از انصاف دور نباشد. کوشش کن که انصاف هم از ایمانداری است، رحم هم از ایمانداری است. بگذارم اینها شعار هر کدامی شما باشد. خداوند همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. در حق مرحوم رستم جان دعا کنید و بابایش عادل شاه حج می روند دعا کنید. هم بابای عادل شاه هم خداوند سفری بخیر با برار برادرمون حاجی رجب علی را خسرشان هستند و آن نبیرشون رستم جان خداوند رحمت و مغفرت کند و حاجی بابا را خدا سفری بخیر و با برار و دیگر حاجی هایی که امروز از تاجیکستان ما، امروز از تمام دنیای اسلام سفری حج دارند، خدای حج هاشون قبول و صحت و سلامت به خاندانشان برسانه. برادر بازارعلی خالین ها را آوردگی با مادرش حج می رود و پدرش بابای عبدالغفار بیمار است، دعا کنید. برادرمون بازارعلی هم که از جانب چپی من همون خالین های مسجد و از دست ایشان از خداوند همه عبادت هاشون قبول گردانه و حج خودش و حج مادرش خداوند قبول بگرداند. بابای عبدالغفار خداوند شفای کامل و خاتمه بخیر نصیب کند. برادران حج می روند دعا خواستند، برادرانی که در بدخشان کار میکنند از شما دعا خواستند. خدای مهربان عمر دراز و تنی صحت و توفیق و هدایت را همیشه شعار ایشان بگردانی. برادر امید صاحب 2 فرزند، یک دختر و یک پسر شده است، از شما دعا خواستند. خداوند فرزندان را عمر دراز و توفیق و هدایت و اخلاق حمیده را خدا نصیب شون. برادر از دوشنبه یارمند مسجد ما
مشکلی دارد دعا کنید گفتند. خدای مهربان برادری عزیز ما را هم تن صحت ایمانی کامل و خدا همه مشکلاتش با فضل کرمش آسان گرداند. در حق مرحوم بابای حاجی بیگلی زن وکیلینشون دعا کنید. خداوند این برادری عزیز ما را هم خدا گورش پر نور و توفیق و هدایت نصیب فرزندایش بگردانید. خب برادر جورخان هم از کره سفری حج کردند. خدا همه حاجیای ما را سفرهای بخیر و باقرار دهد و در حق کسانی که صندوق خیریت هم خیر احسان کردند خداوند خیر احسان هاشون قبول بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجات عالية رافية وبحث مقاما محمودا الذي وأتح ورزقنا شفاعته يوم القيامة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم علي العظيم السميع الدعاء. یک گروه برادرای عزیزی ما که از حصار آمدن و بسیار آرزوها و بسیار مقصودهای داشته‌اند، از ما خواستن در حقشون دعا کنیم و بعضی سوالها هم که داشتن ما برایشان گفتیم امکانیت شود جواب میگیم، امکانیت نشود خدا خواهد در سوال و جوابها برای اونها بیان میکنیم. خدا خواهد انشاءالله سوال و جوابها تا بعد سوالهای شما را جواب میگردونیم. خداوند قدمهای شما در حسنات نویسد و همه مهمون هایی که از راه های دور و نزدیک در این مسجد حضور دارند خدای مهربان قدم هاشون در حسنات و عبادت هاشون خدای قبول بگردون، با صحت و سلامت خدای به خاندانشون برسون. پیامبرمون من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، کسی ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت دارد حتمی باید که ایمان مهمان اکرام کند، یعنی البته مهمان نواز باشد و در حق مهمان همیشه خیرخواه باشد. این خاطر برادرای عزیزی ما که از راه‌های دور و نزدیک می آیند ولی آمدن اونها هم معنای او را ندارد که قدم‌های شما ضایع شود، زیرا اونقدر پاداش در آمدن شما یا به کجایی که نباشد شما روین همچون به خاطر موعظه یا به خاطر گویم زیارت انشاءالله اگر 500 کیلومتر هم که باشد در عوض آن پاداشی که خدا میدهد این قدم شما کم است. به هر حال هم که باشد خداوند موافق آنچه در دل نیت هایی که دارین شما را خداوند به نیت های نیکتون موفق گرداند. وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك یا ارحم الراحمین.